ساکنان جماعت سیدقل توردیفی ناحیه همدانی به حشر راهسازی برآمدند. راهی بیشتر از 6 کیلومتری را تعمیر میکنند که به مرکز ناحیه میرسد. سال 2005 سیل راه را ویران کرد. 20 سال بود که ساکنان جماعت از این راهی ویرانه رفت آمد میکردند. بالاخره مردم و خویشاوندان مهاجرشان مشورت کردند و به نتیجه رسیدند که خودشان راه را آباد کنند. مقامات هم میگویند به سهم مهاجران نمیشد. مردم صاحبکارویی که بیرونه هستند تو مهاجر را دعوت کردیم، یک جای قطعی رئیس محله گپ را گپ دادیم. به حد این خیلی گپ میزنیم، اگر بکنیم به حد میکلون میشود. اگر جمع مهندسا باشن همین 14 و از 1 کیلومتر یا قطعی اگر فگنو بگیریم 15 کیلومتری که ما امروز کار کردیم قریب 18 میلیون سومانی میشود. حالا در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان سهم مهاجران را در تعمیر و آباد کردن راه و مکتب و شفاخانه ها دیدن ممکن است. مهاجران میگویند نام مهاجر پست است و سهمشان بلند است. کمکشان نه تنها به خانه بلکه تا کوچه و محله میرسد. بعد انجام کار و تعمیر و آبادکاری نام مهاجران را نمیبرند. شریف خان 20 سال می شود در روسیه مهاجر است. از همین حساب در دهه افردی فرخار خانه بنیاد کرده است. 2 فرزندش دانشجو است و با زحمت زیاد آنها را تامین میکند. عین زمان در دهه هر آبادی شود دستش میرسد. برای منفش کردن راه دهه تا 15,000 سومانی کمک کرده است. مهاجر بیچاره نامش پسته اینه که کارش سخته. مهاجرا را که دیدم که کدن نمیره. اقرغان در کلخوز آباد میگه جمع کرده ما از فرپوش کرده میگه 10,000 5,000 1000 سوم 500 جمع کن سطح بلنده که مهاجر هیچ وقت پس نیست هیچ وقت. با گفته شریف خان همین به قدری است که روز تا روز وضع مهاجران بد می شود. کاری را که حالا مهاجران انجام میدهند باید دولت و حکومت انجام دهد. رهبران شهر و ناحیه ها میگویند کمبودی بودجه یک سبب مراجعت به مردم و به خصوص مهاجران است که در آبادی یک گوشه ناحیه یا دهه مدد رسانند. تنها در سال 2024 مهاجران از ناحیه همدانی به نزدیکانشان تقریبا 7 میلیون دلار فرستادند که قسمی از آنها برای تعمیر و آبادکاری در ناحیه خرج شده است. اقتصاد خانواده های تاجیکستان سخت پایبند پول مهاجران کاری است، ولی خود مقامات ظاهرا میل ندارند که این گفته تکرار شود.